بریم سراغ یک از مفاهیم بسیار مهم توی نظریات دونالد وینیکات به اسم ترانزیشنال آبجکت، یا همون پتو یا یه عروسک یا یک پارچه یا یه شیء نرمی که بچه‌ها خیلی بهش وابسته هستن. یک نوزاد وقتی وارد این دنیا میشه خودش رو با مادر یکی میدونه. در واقع فکر میکنه که خودش و مادر به هم متصلن و جدا از همدیگه نیستن. مادر توی ماه‌های اولیه باید خودش رو وقف نوزاد بکنه. در واقع اینجور وقتا گفته میشه که نیاز مادر توی 3-4 ماه ابتدایی تولد باید این باشه که چطوری از کودکش مراقبت بکنه. نوزاد از 3-4 ماهگی به بعد آروم آروم متوجه میشه که مامانه اون بیرونه و در واقع اینها با همدیگه یکی نیستن. یعنی در واقع میشه گفت که آروم آروم از 3-4 ماهگی نوزاد به بعد اون مادر بیرونی در نگاه اون نوزاد فهمیده میشه، پیدا میشه. اینجاست که انگار یه فضای اوورلپی به وجود اومده و نوزاد یک مادر درونی ساخته و یک مادر بیرونی رو داره میبینه. یک اضطرابی میاد سراغ نوزاد و نوزاد برای اینکه بتونه این اضطراب رو دووم بیاره و بتونه تعدیلش بکنه به سمت یک عروسک، پتو، یه شیء نرم، یه پارچه یا هر چیز دیگه‌ای جذب میشه که در روانکاوی بهش ترانزیشنال آبجکت گفته میشه. حالا ترانزیشنال آبجکت یا همون شیء انتقالی یعنی چی؟ اون عروسک یا پتو سمبولیک یه ترکیبی از مادر و نوزاد هستن. انگار که کودک برای اینکه بتونه این اضطراب رو دووم بیاره و تعدیلش بکنه میاد و خودش و مادر رو میندازه روی یک شیء دیگه، روی یک عروسک، روی یک پتو و اینطوری اون رو متصور میشه. ابژه در واقع اون پتوه، اون عروسکه حکم مادر رو پیدا میکنه. حتی از یک جایی به بعد مهمتر از مادر میشه. چرا؟ چون داره به اون نوزاد یا کودک کمک میکنه که بتونه اضطرابش رو مدیریت بکنه. کمک میکنه که در نبود مادر یا حضور کمرنگتر مادر به مرور زمان بتونه با این اضطراب کنار بیاد. در واقع نوزاد از یک زمانی به بعد بین 4 تا 6 ماهگی متوجه میشه که من و مامانم 2 تا موجود جدا از همدیگه هستیم و به شکل کلی متوجه میشه که همه چیز در من نیست. یک نات می هم وجود داره. یه سری چیزها، یه سری آدم‌هایی که جدای از من هستن. عموما ترانزیشنال آبجکت یا همون شیء انتقالی یا همون پتوه یا شیء نرمه یا عروسکه حدود 4 تا 12 ماهگی هستش که سر و کلش پیدا میشه و در واقع خود نوزاد و کودک هست که اون رو انتخاب میکنه و مالک اصلی ترانزیشنال آبجکت هیچ کسی نیست جز خود کودک. این ابژه انتقالی برای بعضی از بچه‌ها یک شیء بیرونی نیست، بلکه انگشت شست دستشونه. یعنی بچه‌هایی که شست دستشون رو میمکن. یا برای بعضی از بچه‌ها یا نوزادها قسمتی از بدن مادره، مثل گوش مادر، دست مادر یا هر قسمت دیگه ای از بدن مادر. مالک اول و آخر این شیء انتقالی کسی نیست جز خود کودک و هر تصمیمی که بخواد براش بگیره ما موظفیم که باهاش موافقت بکنیم. خلاف میل کودک ما اجازه نداریم اون شیء رو بشوریم، نمیتونیم 2 تا ازش داشته باشیم برای روز مبادا و خیلی خوب باید ازش مراقبت بشه و همینطور که حواسمون به خود کودک یا نوزاد هست باید حواسمون به اون شیء انتقالی هم باشه. یا حتی اگر یه تیکه ازش جدا شده ما نمیتونیم اون تیکه رو بکنیم و بندازیم دور. اگه قراره کنده بشه خود نوزاد قراره اون تیکه رو بکنه. کل تصمیم هایی که قراره برای این شیء انتقالی گرفته بشه تماما با خود کودکه. حالا یه سوال مهمی که پیش میاد اینه که این شیء تا کی، تا چه زمانی توی زندگی کودک حضور داره. این شیء انتقالی اگر بدون اجازه شسته نشه، قایم نشه، دستکاری نشه و مالک اول و آخرش خود کودک باشه، تقریبی میشه گفتش که بین سن 3 تا 5 سالگی برای کودک معنیش پخش میشه. یعنی چی که معنیش پخش میشه؟ یعنی
سرمایه گذاری یا حسی که کودک روی اون شی انجام داده به سمت یک سری فعالیت‌های دیگه حرکت میکنه، مثل هنر، موسیقی یا هر فعالیت دیگه ای از این جنس. این که من میگم 3 تا 5 سالگی مهمه که فقط روی این عدد نمونیم. چرا؟ چون اتفاقاتی مثل جابجایی، مثل مهاجرت و چیزهایی که تغییر بزرگی تلقی میشن توی زندگی، اگه توی اون سالهای اولیه برای کودک اتفاق بیفته، احتمال این رو بالا میبره که مثلا یک کودک بین 3 تا 5 سالگی این ابژه رو کنار نذاره و مدت زمان بیشتری طول بکشه. و اما برسیم به بچه‌هایی که انگشت شست میبکن یا یک قسمتی از مادر ترانزیشنال آبجکتشون یا همون شیء انتقالیشون شده. به هیچ عنوان این کودکان نباید بابت مکیدن شستشون منع بشن، یا اگر درخواست این رو دارن که هنگام خواب یا هر موقعیت دیگه‌ای دست مادر رو بگیرن یا یک قسمتی از مادر رو داشته باشن، مثل موی سرش رو یا هر جای دیگه، باید باهاشون همراهی بشه تا در اون سن مشخص به مرور زمان بتونن از این شی عبور کنن و ادامه بدن. به عنوان یک تراپیست و به عنوان یک مادر میدونم که وقتی ترانزیشنال آبجکت یک کودک، شی انتقالی یک کودک شستش باشه یا یک قسمتی از مادر باشه، این خیلی کار رو برای یک مادر سخت‌تر میکنه. اما ازتون خواهش میکنم صبوری کنید، تحمل کنید، تا جایی که میتونید منعش نکنید تا به یک سنی برسه که بتونه این سرمایه گذاری روانی که روی اون قسمت از بدن شما یا انگشت دست خودش انجام داده رو به سایر فعالیت‌های دیگه در زندگی سرایت بده. این ویدیو رو ممکنه خیلی از مادرها یا پدرهایی ببینن که دیگه کودکشون بزرگ شده و هیچ آگاهی راجع به ترانزیشنال آبجکت نداشتن و شاید اونطور که باید با این شی برخورد نکردن، بدون اجازه کودک دورش انداختن یا ازش جداش کردن و الان دارن این ویدیو رو میبینن و دچار احساس گناه، عذاب وجدان یا احساساتی از این دست شدن. به نظر میرسه که احساس گناه و عذاب وجدان تو این موقعیت کارکردی برای شما نداره، نه برای شما نه برای کودکتون. فکر میکنم چیزی که میتونه کمک بکنه هم به شما هم به کودکتون، نوجوانتون یا فرزندتون که الان بزرگ شده، اینه که در مورد این آگاهی که در حال حاضر نسبت به این شی پیدا کردین با کودکتون حرف بزنید. حتی اگر نیازه ازش عذرخواهی بکنید بابت اینکه ناآگاه بودین، نمیدونستین باید چطوری با این شی برخورد بکنید و احساساتتون رو به کلمه تبدیل کنید و سعی کنید ازشون دلجویی کنید.